تا به حال به این فکر کردین که پرونده مهاجرتی شما واقعا توسط یک افسر انسانی بررسی میشه یا فقط در چند دقیقه توسط یک نرم افزار رد میشه؟ این سوال این روزا خیلی‌ها که میخوان بیان کانادا نگران کرد. اداره مهاجرت کانادا برای اینکه حجم بالای پرونده ها که در حال حاضر 2,200,000 درخواست هست رو مدیریت کنه، از ابزارهایی مثل Advanced Data Analytics و نرم افزار شینوک استفاده میکنه. این ابزارها باعث میشن پرونده ها سریعتر پردازش بشن، ولی نگرانی این هست که بعضی جزئیات مهم توی پرونده ها دیده نشه. IRCC میگه که تصمیم نهایی همیشه با افسر انسانیه و هیچ سیستمی به تنهایی نمیتونه پرونده ای رو رد یا قبول کنه. ولی وقتی صدها پرونده همزمان بررسی میشن، احتمال اینکه یه پرونده خیلی سریع یا ساعتی مرور بشه بالا. این نگرانی ها وقتی جدی تر میشن که رد شدن ویزا میتونه برای یک خانواده پیامدهای سنگینی رو داشته باشه. البته بعضی پرونده ها بعداً در بازبینی پذیرفته میشن. ولی بخش جدا نشدنی از سیستم مهاجرتیه و هدفش اینه که زمان انتظار کمتر بشه. ولی متقاضی‌ها باید بدونن که کوچکترین نقص یا ابهام توی مدارک میتونه باعث رد شدن پرونده بشه. پس آماده‌سازی دقیق و کامل پرونده واقعا مهمتر از هر زمان دیگه‌ای هستش.